پیوستی. سلامی که جهان از تجلیت زیباست، سلامی که سکوتت سکوتی کوکب هاست، سلامی که نوایت نوای باران هاست. سلامی سرشار از مهر و محبت نثارتان با هموطنان عزیز، مخلصان و دوستداران صوت و نوای دلانگیز. کدام یکایک شمایان را به این قصر با حشمت به تالار تئاتر مضحکه موسیقی به نام شیخ خواجه کمال خواجندی خوش آمدید، نوری دیده شادباش میگوییم. بسیار شادی و فرح از آن است که امروز در این تالار باشکوه به خاطر بالیدگی شمایان تقدیم از شرکت صدا و سیمای سلام و مرکز پرودوسری فرخ یارمتوف برنامه کنسرتی یکی از سراینده خوش سلیقه و سراپا مهر و وفا که با یک روحیه زیباییش در دل شمایان مسکن گرفته است، مریم تحت عنوان سلام برگزار گردیده ایستاده است. دستگیری شرکت صدا و سیمای سلام و مرکز پرودوسری فرخ یارمتوف بود که مریم در این مدت کوتاه فعالیتش در دل شمایان جای گرفت و پیوسته بهر خرسندی شمایان، بهر خوشحالی شمایان سرودها در وصف عشق و محبت مادر وطن ایجاد کرده ایستادند. باوری کامل دارم مخلصان عزیز، امروز هر یک شمایان مریم زیبا که امروز نخستین برنامه کنسرتی خود را برپا کرده ایستادند، هر یک شمایان با قرصک های پرموج خود استقبال بگیرید. عشق نو آمد، عشق نو آمد خدایا، جان نو بخشا مرا. تشنه لب هرگز مبر از ساحل دریا مرا. تا بدیدم چشم او دنیا به چشمم هیچ شد، یا دو چشمم پوش یا دنیای نو بخشا مرا. من که امروزم ورا امروز با من وصل کن، ای فلک قسمت مده امروزی بی فردا مرا. واقعا هم دوستان عزیز، اولا بار دیگر هر یکی شمایان را از نام شخصا فرخ یارمتوف خوش آمدید میگوییم و البته از نام یکی شمایان از نام مریم زیبا برای فرخ یارمتوف مینداری بیان میکنیم که البته همیشه با مریم بودند و همیشه در دستگیری مریم بودند، چقدر که خود مریم زیبا گفتند اساسگذار صنعت مریم این خود فرخ یارمتوف بودند. و البته عزیزان دین، بار دیگر به هر یکای شمایان تب بالنده را تمنا میکنیم و کنون زیر یک شادی ها، زیر یک تب بالنده روی صحنه کلانی امروزه زیر قرصک های پرموجترین شما مریم را دعوت میکنیم.